سلام بچه ها، خوبین؟ من امروز اومدم آموزش طلایی کردن اسنایپ رو برای شما بذارم. خب وقتی ما میخوایم اسنایپ رو طلایی کنیم باید همه این کموها رو بگیریم. خب حالا چطوری باید اینا رو بگیریم؟ اولی باید ما تا 350 تا کیل بگیریم. دومی ما باید بشینیم روی زمین راه بریم و تا 45 تا کیل بگیریم. سومی ما باید تا 120 کیل از فاصله بلند بگیریم. و بعدی ما باید تا 125 تا کیل با فول اتچمنت بگیریم، یعنی اتچمنتمون فول باشه. خب بعدی ما باید تا 50 تا کیل هدشات بگیریم که این یکم سخته. و آخری ما باید 60 تا کیل بدون هیچ اتچمنتی بگیریم. خیلی ممنون که ویدیو رو هم تماشا کردین. لطفا چنل من آرتین هم ساب کنید و این ویدیو به 50 تا لایک برسه ویدیوی بعدی دایموند کردن گان ها است. خیلی ممنون. خدا